بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمدید به اولین برنامه این هفته در لیگ برتر افغانستان روشن. فصل سوم این برنامه هست و این برنامه رو تقدیم شما خواهیم کرد با موضوعات متنوع و موضوعات نو و موضوعات مربوط به فوتبال افغانستان. در ابتدا اخبار مربوط به فوتبال افغانستان را با هم مرور خواهیم کرد. حلیم آقا شیرزاد برنامه دو ساله داوری را آغاز کرد. داور بین‌المللی فوتبال افغانستان در مالزیا و در کورسی که 10 نفر اشتراک داشتند شرکت کرد. در کوالالامپور پایتخت مالزیا این کورس آغاز شد. مرحله بعدی این کورس در آخر سال در ماله در پایتخت مالدیو برگزار خواهد شد و این کورس 2 ساله خواهد بود. 7 مرد و 3 زن در این کورس اشتراک میکنند. این هم وضعیت نامناسب میدان فوتبال بامیان هست. انشالله که مسئولین رسیدگی کنند. میبینید با چه وضعیت بدی و تأسف‌باری فوتبال میکنند در ولایت بامیان، ولایت باستانی بامیان. امیدوار هستیم که به هر حال حل شود این مشکلات. و یک خبر خارجی، جیانی اینفانتینو رئیس جدید فیفا شد. مردی که به هر حال ببینیم چقدر تاثیرگذار خواهد بود برای فوتبال افغانستان. سکرتر ژنرال سابق یوفا، اتحادیه فوتبال اروپا، که با 115 رای به هر حال رئیس جدید فدراسیون جهانی فوتبال فیفا شد و تا سال 2019 ریاست خواهد کرد بر فیفا. تیم ملی فوتبال افغانستان در آخرین رده‌بندی که به ثبت رسیده در رده 151 جهان قرار گرفت. تیم ملی فوتبال ما 26 آسیا هست. ما در این ماه 3 رده صعود کردیم و انشاءالله که به هر حال با نتایجی که کسب خواهیم کرد در مارچ رده ما در رنکینگ فیفا بهتر خواهد شد. و سفر تیم ملی فوتبال پیشکسوتان به تاجیکستان، 3 تا بازی دوستانه برگزار خواهد شد در تاجیکستان و در ادامه حتما با سید علی کاظمی مسئول کمیته نشریات فدراسیون فوتبال افغانستان در همین رابطه صحبت خواهیم کرد. خب همونطوری که گفتم تیم ملی پیشکسوتان فوتبال افغانستان به تاجیکستان رفته. چهارشنبه رفتن. همین لحظه ارتباط ما برقرار شده با آقای سید علی کاظمی مسئول کمیته نشریات فدراسیون فوتبال افغانستان. کاظمی صاحب سلام، وقت بخیر، سفر بخیر. تشکر آقای قیصری. سلام خدمت شما و خدمت تمام بیننده‌های عزیز. وقت شما بخیر. زنده باشین. چطور از سفر و صحبت کنید در رابطه با بازی‌هایی که در تاجیکستان تیم ملی فوتبال پیشکسوتان افغانستان برگزار خواهد کرد؟ بله آقای قیصری، همچون که شما گفتید ما روز چهارشنبه به تاجیکستان رسیدیم و امروز تا ساعت دیگر تیم پیشکسوتان فوتبال افغانستان در شهر پنجشیر تاجیکستان با تیم پنجشیر یک مسابقه خواهیم داشت که همین لحظه ما از دوشنبه به پنجشیر آمدیم و تا ساعت دیگر در پنجشیر مسابقه داریم و بعد از اون که فردا انشالله برگشت میکنیم دوباره به دوشنبه پایتخت تاجیکستان یک مسابقه فوتسال همراه تیم پیشکسوتان تاجیکستان داریم و همچنان روز دوشنبه بازی آخر ماست همراه تیم منتخب پیشکسوتان تاجیکستان در استادیوم فروزی دوشنبه. خیلی خوب، انشالله که موفق باشید. و چقدر کوشش خواهد شد که تیم ملی فوتبال پیشکسوتان افغانستان حفظ شود و همچنان در میادین بین المللی به عنوان نماینده صلح و دوستی مردم افغانستان اشتراک پیدا کنند؟ آقای قیصری شما از نزدیک با این تیم آشنا هستین و در سفر روسیه هم خودتان در کنار تیم بوده. هدف تیم فوتبال پیشکسوتان و ایجاد تیم فوتبال پیشکسوتان همی بوده که بازیکنان که سابق با هم بازی میکنن در کشورهای مختلف جمع شدن، همچنان بتونن که روابط ورزشی و فوتبالی نزدیکی را بین کشورهای مختلف داشته باشه که ما از روسیه آغاز کردیم و بیشتر رویش کار خواهد شد. انشالله موفق باشید. سلام ما رو به همه پیشکسوتان عزیز برسانید. اگر صحبت دیگری باشه. سلامت باشین، وقت خوش. فقط از مردم عزیز و شما می‌خوایم که انشالله بتونن که تیم پیشکسوتان در 3 بازی 2 بازی فوتبال و 1 بازی فوتسال که پیشروی داریم و بخصوص استاد بتونن که تیم موفق باشه. انشالله که پیروز خواهید بود. وقت شما بخیر. وقت شما بخیر. سلامت باشید. خب بیننده‌های عزیز، در رقابت‌های 4مین فصل لیگ برتر افغانستان روشن بازی افتتاحیه بین تیم‌های سیمرغ البرز و شاهین آسمایی برگزار شد. عکس‌هایی از این مسابقه را با هم یکجا می‌بینید.
بازی افتتاحی رقابت‌های لیگ برتر افغانستان روشن در سال 94 تیم فوتبال سیمرغ البرز برد و به حال شما عکس‌هایی از این مسابقه را دیدید. وقفه کوتاه خواهیم داشت، بعد از وقفه بخش‌های مختلفی از برنامه مانده که در ادامه تقدیم شما خواهیم کرد. خب خوش آمدید به این قسمت از برنامه. با دیدن تصاویر مهمان این بخش از برنامه معرفی خواهد شد و گفتگو خواهیم کرد با یکی از بازیکنان خوب و محبوب رقابت‌های فوتبال افغانستان. مصطفی حدید ارسال با پای راست، موقع بر افغانستان، آفساید نیست و گل بر افغانستان. سعید محمد هاشمی. سعید محمد هاشمی بازیکن خط دفاعی تیم ملی فوتبال افغانستان و شاهین آسمایی اینجا هست. تصاویر را دیدید و با سعید محمد صحبت خواهیم کرد در رابطه با آخرین وضعیتش و اینکه چقدر آماده هست برای بازی‌های افغانستان در مقدماتی جام جهانی. سعید محمد جان سلام، خوش آمدی، وقتت بخیر. به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما همکاران و بینندگان عزیز تلویزیون طلا. خوش آمدی به اولین برنامه این فصل لیگ برتر افغانستان روشن. چطور است آخرین وضعیت آخرین تورنمنتی که شرکت کردی همراه با تیم منتخب کابل؟ مسابقات جام صلح و دوستی قندهار بود. بله، تشکر، زنده باشین. خودتان دیدین بعد از مسابقات هند تقریبا یک هفته بعد از مسابقات تمرین‌ها رو شروع کردیم. تمرینایی که ترینر ما برای ما آماده کرده بود، هر کس براشون تمرینای خودش رو روان کرد. تمرین میکردیم که مسابقات صلح و دوستی قندهار شروع شد. رفتیم به مسابقات و دوم شدیم. آخرین تورنمنتی که بود که من خودم شرکت کردم. برای اردوگاه قطر هستی؟ انشالله. هنوز فکر میکنم لیست ابتدایی اعلام نشده و باید ببینیم چه کسانی در لیست ابتدایی قرار خواهند گرفت. راستی چی شد که بازیکن ثابت خط دفاعی شدی از بازی که مقابل تیم فوتبال کمبودیا داشتیم در تهران؟ وقتی که ترینر ما تبدیل شد، آقای پیتر آمد، تمرینایی که قبل از بازی کمبودیا انجام دادیم، تقریبا تمرین اول بود که باز مده ترکیب دوی تیم ملی قرار گرفتم، ولی از تمرین دوم به بعد طبق بازی که انجام دادم یا فوتبالی که کردم در ترکیب اول من موند دیگه. از او بعد دیگه فضل خدا که تونستیم ترکیب اول تیم ملی راه پیدا کنیم. خیلی خوب، با هم وضعیت چند تا از بازیکنان افغان شاغل در لیگ‌های خارجی را مرور خواهیم کرد که چه می‌کنند در حال حاضر. بلال آرزو که در تیم اف کاماس در لیگ 2 نروژ حضور داره، تمرینات و اردوگاه 8 روزه خودش را همراه با این تیم در آنتالیا ترکیه آغاز کرده. بلال از بازیکنانی هست که در فصل آینده در لیگ 2 نروژ همراه با این تیم بازی خواهد کرد. بلال آرزو سابقه حضور در لیگ هند را هم داره، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال افغانستان. میلاد سالم را می‌بینید. میلاد سالم 3 مارچ چند روز قبل 28 ساله شد، بازیکنی که در تیم هالستنکل در فوتبال آلمان بازی میکنه، یکی از مهاجمینی که هنوز امکان حضور در تیم ملی فوتبال افغانستان برای او به وجود نیامده و این بازیکن در تیم زیر 23 ساله‌های آینتراخت فرانکفورت همزمانی بازی میکرد. در تیم‌های الورسبرگ و اوسنبروک هم در فوتبال آلمان بازی کرده. در حال حاضر در لیگ 3 آلمان بازی میکنه میلاد سالم. بعد از مسئولیتی که داشت تمرینات خودش را هم آغاز کرده. و اما امید پوپلزای بهترین بازیکن هفته 28م لیگ دسته 2 هلند که یکی از گل‌های زیبای او را در رقابت‌های این فصل با هم می‌بینیم. اسلام الدین امیری بازیکن تیم فوتبال شیواجیانس، کپتان سابق تیم ملی فوتبال افغانستان، در آخرین بازی که همراه با این تیم داشت موفق شدن 2-0 تیم فوتبال بنگال شرقی رو شکست بدن. اسلام 90 دقیقه بازی کرد. تیم فوتبال شیواجیانس در رده آخر جدول 9 تیمی لیگ هند آی لیگ قرار داره با 9 امتیاز.
خب اینم از اخبار مربوط به بازیکنان افغان خارج از افغانستان که شاغل هستند در لیگ‌های مختلف. همچنان با سعید محمد هاشمی هستیم و صحبت خواهیم کرد. چطور است وضعیت تیم منتخب کابل و چطور است مشخصا وضعیت خودت؟ متاسفانه و البته شاهین آسمایی که تا چند وقت دیگر برای مسابقات مقدماتی لیگ برتر به حال تشکیل خواهد شد و مسابقات منطقوی کابل آغاز خواهد شد. در کابل متاسفانه تیم منتخب کابل تمرین نداره که همیشه باشه. هر بازیکنی که مثلا از تیم ملی از افغانستان هستن جداگانه تمرین میکنن. من خودم تمرینایی که مربی برام فرستاده با فردین حکیمی و چند تا از پلیرهای تیم ملی 3-4 نفر انجام بدیم. متون نیست که مثل یک تیم تمرین کنیم. هر کس تمرینای شخصی داره تقریبا. و سعید محمد جان چه تمریناتی مربی بر شما فرستاده و چند وقت به چند وقت این تمرینات آپدیت میشه؟ هر یک هفته بعد تمرین ما آپدیت میشه. بسیار یک تمرین مشکل است. هم بدنسازی است، هم کار با توپ است. همه تمرینات و لیستی که برام داده است. خیلی خوب، گفتیم تو را اینجا داشته باشیم در اولین برنامه این هفته در لیگ برتر افغانستان. روشن تشکر از اینکه آمدی، تشکر از اینکه به حال هستی برای فوتبال افغانستان. ان شاءالله همچنان بدرخشید. تو یکی از بازیکنان جوان و آینده‌دار فوتبال افغانستان هستی که به حال امیدوار هستیم همچنان پویا و خوب و همچنان خوش قد و قامت برای تیم ملی فوتبال افغانستان در خط دفاعی ظاهر شوی. صحبت دیگری اگر باشه. تشکر، زنده باشین. تشکر از مردم افغانستان که همیشه تیم ملی را حمایت کردن. امیدوار هستیم در مسابقه‌های بعدی هم همین گونه باشه که ما با یک انگیزه بالا بتونیم مقابل ژاپن و سنگاپور ان شاءالله بازی کنیم. بیننده‌های عزیز، از این هفته و از برنامه اول بازی‌های بارسلونا و ریال مادرید در رقابت‌های لالیگا مرور خواهیم کرد. بازی‌های هفته 28م بارسلونا و ریال مادرید در لالیگا رو با هم مرور کنیم. ریال مادرید در هفته 28م رقابت‌های لالیگا به مصاف سلتا ویگو رفت. در خانه در سانتیاگو برنابئو. این موقعیت اولی است که تیم فوتبال سلتا ویگو داشت. بازی از هفته 28م رقابت‌ها برگزار می‌شد. گل اول مسابقه توسط پپه دقیقه 41 به ثمر رسید. در نیمه اول ریالی که در رده سوم جدول لالیگا قرار داره مقابل سلتا ویگو قرار داشت. تیم ششم نیمه دوم این گل کریستیان رونالدو، یکی از گل‌های برتر این هفته فوتبال اروپا و گل دیگر رونالدو، باز هم گل فوق‌العاده زیبا و خوبی رو زد از روی یک ضربه آزاد. این گونه دروازه سلتا ویگو را باز کرد تا نتیجه 3-0 شود. در ادامه مسابقه تیم فوتبال سلتا ویگو با اسپاس یکی از گل‌های خورده رو جبران کرد. نتیجه کار 3-1 شد. ضربه نرمی که از بالای سر نواس وارد گل شد و رونالدویی که اینجا هتریک کرد و به ریکارد زارا رسید و در ادامه باز هم بازیکنان رئال و باز هم رونالدو که ریکارد زارا را هم شکست. این هم حرکت دیگر بازیکن رئال با خزه و خزه‌ای که خیلی خوب و مسلط در از حرکت کرد و دروازه سلتا ویگو را باز کرد. این هم گل فوق‌العاده خوبه گرت بیل و برتری 7-1 رئال مادرید مقابل سلتا ویگو در پایان هفته 28م. بارسلونا در هفته 28م به مصاف تیم فوتبال ایبار رفت. بارسلونایی که مهمان ایبار بود این گونه گل اول خودش را با منیر الحدادی به ثمر رساند. تیم صدرنشین رقابت‌های لالیگا بارسلونا که اگر می‌برد فاصله 8 امتیازی خودش با اتلتیکو و فاصله 12 امتیازی خودش با تیم فوتبال رئال مادرید حفظ می‌کرد. این هم گل لئو مسی در عرض حرکت کرد و ضربه حساب شده لیونل آندرس مسی که بر دومین بار دروازه ایبار را باز کرد. حرکت مسی را می‌بینید که چگونه دروازه ایبار را باز کرد و در نیمه دوم مسابقه پنالتی که برای بارسلونا به دست آمد و مسی که پشت توپ قرار گرفت تا تعداد گل‌های خودش را به عدد 21 برساند در رقابت‌های لالیگا این فصل. و این هم گل خوب و زیبای سوارز که خودش را 26 گل کرد، پشت سر کریستیانو رونالدو 27 گل قرار گرفت. گل خیلی خوبی را به ثمر رساند لوئیس سوارز. 4-0 بارسلونا ایبار را برد.
هفته آینده بارسلونا با خطافه بازی خواهد کرد، رئال مادرید هم با لاس پالماس بازی خواهد کرد. هر دو تا بازی رو میتونید از شبکه‌های جهانی تولو و لمر بیننده باشید. بعد از یک وقفه همچنان با ما همراه باشید. خب خوش آمدید به بخش سوم برنامه. در این قسمت با یکی از عزیزان فوتبال افغانستان هستیم، مدرس فیفا و مربی تیم ملی فوتبال افغانستان آقای علی اصغر لالی که اینجا هست و صحبت خواهیم کرد در رابطه با دو تا مسابقه آینده تیم ملی فوتبال افغانستان در مقابل ژاپن و سنگاپور در ادامه راه تیم ملی فوتبال افغانستان در مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه. استاد سلام بر شما، خوش آمدید. سلام خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز تلویزیون طلو. تشکر. زنده باشین. چه خبر از آخرین وضعیت تیم ملی فوتبال؟ ما دو تا بازی ما مانده در مقابل تیم‌های ژاپن و سنگاپور در مقدماتی جام جهانی. بله، ما دو بازی در پیش داریم که بسیار مهم است به خاطر راهیابی برای مسابقات جام ملت‌های آسیا که مخصوصا بازی با سنگاپور بسیار مهم خواهد بود، چون ما اگه بتونیم سنگاپور رو ببریم و ژاپن اگه ببازیم 9 امتیاز میشیم که امکان از اینکه صعود کنیم تا اندازه خوب میباشه. خیلی خوب. پدر شگرد کجاست و فعلا چه میکنه؟ پدر شگرد کابل بود، از کابل آلمان آمد، یک تعداد بازیکن‌ها را از ایشان دیدن کرد، با تعداد بازیکن‌های تازه را دید و داره تیم آهسته آهسته نهایی میسازم تعداد بازیکن‌ها را که در اردوگاه قطر باید ما را همراهی کنند. تیم ملی فوتبال ما بازیکنان جدید خواهد داشت در دو تا مسابقه آینده؟ قطعاً حتما چند بازیکن جدید خواهد بود که در مسابقات قبلی نبودن. این که در نهایتش در جمله 23 نفر خواهد بود گفته نمیتونیم، چون یک تعداد بازیکنان تازه دعوت میشن، در اردوگاه قطر دیده میشن. اگر تانستن که راه بیافن به 23 بازیکن در مسابقه بعدی با ما خواهد بودن. در غیر از او تیم ترکیب قبلی را خواهد داشت، اما ما بسیار امیدوار هستم که اقلا 2 تا 3 بازیکن جدید در ترکیب تیم ملی باشه. و بازیکنان مثل شریف محمد، یوسف شیردل و میلاد سالم وضعیتشان چگونه است؟ میلاد سالم هنوز سرپای نشده، تازه داره آمادگی میگیره برای اینکه در میدان بازی کنه. هنوز ما آخرین صحبتی که من خودم با میلاد جان سالم داشتم، اونا در تمرینات بدنسازی بودن که با هم صحبت کردیم. گفت که متاسفانه هنوز پا به توپ نشده بود، وقتی که تقریبا 3 هفته قبل بود. گفت طولانیست، مصدومیتش طولانی بسیار به طول کشید، چون بند زانوش پاره شده بود و یک مدت بسیار طولانی رو در بر میگیره تا دوباره بازیکن آماده شد. منتها در امی اواخر آماده خواهد شد، اما در تیم ملی نمیتونه. یوسف شیردل آماده است، انشالله در ترکیب تیم در قطر خواهد بود. ای که در با مسابقه ژاپن و سنگاپور خواهد باشه. این مسائل است که در قطر تصمیم گرفته میشه. و این وضعیت شریف محمد اگر مشخص کنیم خوب است. شریف محمد به حال سابقه حضور در تیم‌های لیگ 1 روسیه را داره، خیلی به حال حمایت شد در رسانه‌ها، آمد برای تیم ملی فوتبال افغانستان، چند دقیقه بیشتر بازی نکرد، بعد برای مسابقات جنوب آسیا دعوت نشد. دلیل مشخص چی بوده؟ دلیلی که میتونیم بگیم که شریف محمد به این دلایل به تیم ملی دعوت نشد و نمیشه در آینده شاید؟ شریف محمد دعوت شده در اردوگاه قطر، در ترکیب تیم خواهد بود در قطر. منتهی که میتون در 20 بازیکن خود جای بده، ما چیزی گفته فعلا نمیتونم، چون مشکلی که شریف محمد داره ما همیشه یاد کردیم، مشکل نداشتن تجربه بازی در مدت بسیار طولانی است که تجربه بازی نداره. در مسابقات حضور نداشته، فعلا تیم نداره. در اواخر هم که بازیایی که در اواخر داشته در تیم در لیگ 2 روسیه فوتبال کرده که این تا اندازه اما افت کرده بازی خود شریف محمد. از شریف محمدی که ما سابق مشناختیم که لیگ اول روسیه بود، اون نیست. ما امیدوار هستم که دوباره سرپا شده باشه. ما خودم چیزی که از او دارم، از
در تمریناتی که قبلا دیده بوده میشه، یعنی معلوم میشد که از دیر است که از تجربه بازی بدور است. خیلی خوب، از تیم ملی کمی فاصله بگیریم. منصور فقیریار چند روز پیش یا چند ماه پیش از دنیای فوتبال خداحافظی کرد. از استاد علی پرسان میکنم و ایره میپرسم چه خاطراتی و حال چه یادهایی از منصور فقیریار داره. منصور جان فقیریار یکی از شخصیت‌های تیم ملی کشور ما بود. نه تنها یک بازیکن خوب بود، بلکه یک شخصیتی بود که کاراکتر بسیار عالی، با داشتن یک کاراکتر بسیار عالی میتونست تیم رهبری کنه و یک صفت منصور جان فقیریار بود و دوست خوب بود با همه بازیکنان، رهبر خوب بود، میتونست تیم رهبری کنه و همکار خوب مربی‌ها بود. صفت‌های خوب منصور جان فقیریار است و از اخلاق بسیار نیک و برخوردار است. با همین گفته‌های استاد علی عزیز یک بسته تصویری داریم از منصور فقیریار به دلیل خداحافظی که از تیم ملی فوتبال افغانستان کرد. وقتی به فوتبال افغانستان نگاه می‌کنیم و وقتی خاطرات فوتبال ملی را ورق می‌زنیم، یک نام بیشتر از دیگران خودنمایی می‌کند. نامی به بلندای هندوکش و به وسعت مهربانی و لبخند. منصور فقیریار. شاید مدت زمان حضورش در تیم ملی به بیش از 2 یا 3 تورنمنت معتبر نرسید، اما همین که می بود خیالمان از دروازه راحت بود و می دانستیم مردی با تمام وجودش برای نام افغانستان ایستادگی می کند. فقیریار که از سال 2011 به تیم ملی فوتبال کشور راه یافت، در مارچ 2013 و در مقدماتی جام چالش دروازه‌بان اصلی کشور شد و در برد فراموش ناشدنی 3-0 مقابل پاکستان در اسد سال 92 از دروازه ما دفاع کرد. او بعد از آن همراه با تیم ملی فوتبال راهی نپال شد تا تاریخی ترین مسابقات قهرمانی جنوب آسیا برای افغانستان رقم بخورد. افغانستان که با بازی‌های خوب مرحله گروهی را با پایان رساند، در نیمه نهایی مقابل نپال میزبان قرار گرفت و در شبی که سنجر برایمان گل زد، فقیریار فوق ستاره شد. سوپرمن فوتبال ما 2 پنالتی پشت سر هم را گرفت و دستش به آسمان بالا رفت و درخشید و در قلب دورترین مردم این سرزمین جای خود را باز کرد. او در بازی نهایی مقابل هند نیز درخشید و افغانستان اولین قهرمانی خود در جنوب آسیا را کسب کرد. سوپرمن هم بهترین دروازه‌بان جام شد و هم ارزشمندترین بازیکن رقابت‌ها لقب گرفت. در کابل نشان دولتی نیز دریافت کرد، اما عشقی که از هموطنانش می‌گرفت بالاتر از تمام اینها بود. دروازه‌بان خوشچهره فوتبال ما در جام چالش در می 2014 نیز تیم ملی را همراهی کرد و آن تیم علیرغم تمام شایستگی‌هایش به مقام 4می آن رقابت‌ها رسید. فقیریار که از سال 2009 در اولدنبرگ در فوتبال آلمان بازی می‌کرد، بعد از آن بازی‌ها در رقابت‌های باشگاهی مصدوم شد. مصدومیتی که گریبانش را گرفت و خوب نشد که نشد، تا جایی که آخرین بازیش در فوتبال ملی را در اولین بازی افغانستان در مقدماتی جام جهانی در جون 2015 مقابل سوریه انجام داد و تلخ مستطیل سبز را ترک کرد. او چند روز پیش رسما از دنیای فوتبال خداحافظی کرد، اما برای ما هنوز همان سوپرمن است. او هنوز با نگاهش مهربانی را به مردمش هدیه می کند. فقیریار دروازه‌بانی که خودش را در تاریخ فوتبال افغانستان ماندگار کرد. سوپرمن همیشه برای ما سوپرمن خواهد بود. استاد علی، صحبت‌های پایانی شما به حال بازم یادآور شوم که 2 تا بازی مهم داریم مقابل ژاپن و مقابل سنگاپور. بازی سنگاپور رو گفتید خیلی مهمتر هست برای ما. مسابقه که در ایران برگزار میشه 29 مارچ برگزار میشه بازی مقابل سنگاپور و 24 مارچ هم مقابل تیم ملی فوتبال ژاپن، تیم ملی فوتبال افغانستان بازی خواهد کرد. صحبت‌های پایانی شما. ما امیدوار هستم که مثل همیشه کسایی که علاقمند فوتبال هستن تیم ملی خود تشویق کنن. تیم ملی آمادگی خوب داره، بچه‌ها آماده هستن. بچه‌ها ما یک تیم ملی جوان و بسیار خوب داریم که آینده درخشان در پیش داره. ان شاء الله ما امیدوار هستیم که از حمایت مردم خود برخوردار باشیم تا
بتونیم در مسابقات جام ملت‌های آسیا را پیدا کنیم که یک قدم بسیار بزرگی برای فوتبال کشور ما خواهد بود. تشکر از استاد لالی عزیز و دوست داشتنی. تشکر از شما بیننده‌های عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودید. اولین برنامه این فصل این هفته در لیگ برتر افغانستان روشن را دیدید. برای اطلاع یافتن از آخرین معلومات مربوط به فوتبال افغانستان و رقابت‌های لیگ برتر افغانستان روشن میتونید که به صفحه رقابت‌های لیگ برتر افغانستان روشن و همچنین وبسایت این رقابت‌ها شما مراجعه کنید و آخرین معلومات را کسب کنید. تا برنامه دیگر و دیدار دیگر به اتفاق همکارانم همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. وقت خوشی داشته باشید. خدا نگهدار.